خب به نام خداوند بخشنده و مهربان. اولا ما واقعا با آنهایی که همین نشست ها را ملاقات ها را در پارلمان اروپا سازمان میدادن همیشه در تماس بودم و دعوت بودم و روز نخواهی آنکه کاری مهمتری بود نتوانستم که به بروسل رسم و شام دیگر علاقه من در چی بودم در بروسل بودم و در ملاقات های من بعده این نشست ها اشتراک داشتم. پارلمان اروپا این یک چیز است، یک حکومت، یعنی حکومت اروپا است. مثلا گوییم که به خاطر اون که به شنونده ها خوبتر معین باشد، این میتوانست مجازاً یک شتات های متحده اروپا نام کرد یا که ایالات متحده اروپا. مثلا مثل که در امریکا شتات ها هستند و این و آن، این کشورها هم یک بخشی همین چی هستند و همه اینا در بروسل نمایندگی دارند و تمام قرارهای خاصی که نه تنها عاید خود اروپا، زندگی، تجارت در اروپا، بلکه یکی از مرکزهای تاثیرگذار دنیا به حساب می رود. و آن که تا امروز واقعا این نخستین ملاقات من در پارلمان اروپا و با سیاستمداران اروپا نیست. من هر سال این چنین ملاقات ها می گذرانیدم. بدبختانه تا امروز دقت به آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان خیلی و خیلی کم بود. من گمان میکنم که اینا یک چی هستند، تأسیس چنین نشسته ها، واخوری ها، دید و وادید ها، اینا یک گردش در سیاست اروپا نسبت آسیای مرکزی و تاجیکستان هستند و امروز در اروپا هم میفهمند و درک میکنند که آنچه امروز در آسیای مرکزی میگذرد این میتواند که به یک فاجعه رساند. و من هم در همون صحبتی که در یکی از صحبت‌هایی که داشتم به همین مسئله اشاره کردم که بیرون کردن اپوزیسیون سازنده، بیرون انداختن نیروهای سالم از فضای سیاسی تاجیکستان تمام در و پنجره ها را برای حرکت‌های افراطی، برای شخصیت‌های تحریک‌کار وام کند و این عاقبت بسیار بد دارد. و من میترسم که اگر امروز جامعه اروپا از جمله و امریکا و کشورهای دیگر به مشکلات تاجیکستان رو پوشانند، آسیای مرکزی در نزدیکترین مدت بدبختانه میتواند که به یک افغانستان نو، به یک سوریه نو، به یک عراق نو بدل گردد. و این اشاره های یا که این میسیج ها، پیام های بود که در دالان های سیاسی اروپا خوب میپذیرفتند. و چیزی دیگری که من احساس کردم، بدون مثلا یک سخنهای لطفهای دیپلماتی، واقعا احساس کرده می شود که این سیاستمداران اروپا به قسمت تاجیکستان از جمله به قسمت مردم آسیای مرکزی بی‌طرف نیستند. و ما هم مخالفین حکومت و اصلا ما که در یک دنیای امروزه مثل یک روستای بزرگ است، مثل یک دهه بزرگ است، همه به همدیگر پیوست دیگه خود، همه همدیگر وابسته هستند. امروز مثلا اگر در پاریس یا برلین شمال وزد، فردا میتونه که در دوشنبه بیشکک یا پایتخت دیگری طوفان برخیزد و یا برعکس. و البته امروز حکومت‌های همون خودکامه دیکتاتوری هم میخوان که شعارهای آزادی، شعارهای دموکراسی و دیگر مقدسات را برای خودشان استفاده برند. و نقص ما مخالفین هم در آن است که ما همین کشورها را، همین منبرها را، همین سازمانها را اصلا به اختیار چی داده بودیم؟ به اختیار حکومت و حکومتها داده بودیم. امروز ما باید بیشتر صدا کنیم. ما باید کوشش کنیم که حق خودمون از دهان شیر گیریم. ما باید بیچاره نالی نکنیم. ما باید اگر میخواهیم که دنیا را دیگر کنیم، اگر ما میخواهیم که کشور ما را دیگر کنیم، ما باید خودمون دیگر شیم. ما باید امروز با همین قاعده های معمول در صحنه سیاست بازی کنیم. اکثر قوه های سیاسی در تاجیکستان بدبختانه
اگر با فوتبال که برای همه معلوم است مقایسه کنیم، این خیلی بود که رحمان یک توپ میزد و یک حیل و یک شخصیت دیگه بعد با طرفی و یک جواب میداد. امروز ما باید همیشه هجوم کنیم و در فوتبال هم در سیاست هم تنها تیم کماند و شخصیت پیروز میشد که هجوم کند، راه های نو مغلوب کردن حریفش به دست بیارد. از روزی که من به سیاست وارد شدم، من همیشه میگم که 3 حرف خی هست: تکیه به خدا، تکیه به خلق، تکیه به خود. و اگر این تفصیل دهیم، ما باید که واقعا تمام شب و روز در مبارزه باشیم. ما باید بی‌طرف نباشیم. همین بی‌طرفی ما، شاید بعضی تنبلی تاجیکی ما با اون آورده رسون که ما کشور ما یکم به یک ویرانه بدل کردیم، دوم کشور ما به دست یک آدمای دادیم، آدمان سپاریدیم که نه از آدمیت، نه از سیاست، نه از معرفت، نه از ایمان، نه از اسلام، نه از انسانیت اصلا بوی نبردن. ما باید تمام کار کنیم که تمام راههای برای اینو بندیم. یعنی چی؟ مثلا اینا میگن اروپا پول میطلبند، اینا میگن اروپا از خودشون یک مبارزای تروریستا هستند و این و آن هستند و صدای ما کم شنیده میشود. امروز امروز مطبوعات دیگه میکنند، دنیا امروز تلویزیون دیگه میکنند، دنیا امروز کارشناسا دیگه میکنند و برای همین باید که در تمام گوشه های دنیا از جنایت های رژیم، از خیانت های رژیم ما باید گوییم. شما ببینید در افریقا مثلا چندین پرزیدنت ها بودن، لیکن وقتی مخالفان اینا اثبات کردن که یکی از آنها نارکوبران است، دیگری از اینها قاتل است، سومی از اینها یک رشوه‌خور است، دیگه تمام درها برای چنین پرزیدنت ها بسته شد و آدمان شرم میکردن که یا که همون یک عباره روسی است، نیروکاپژاتنی، یعنی آدمی که باید سلام کردن ممکنه. ما باید که درباره خیانت ها، جنایت های این رژیم فیلمنامه ها سازیم، برنامه ها سازیم، بهترین گزارش و رساله ها نویسیم که در مشهورترین روزنامه های دنیا از نیویورک تایمز، CNN سر کرده تا شپیگل و موند و مثلا کمیرسانت و نوی گزیت و دیگر چاپ شود. همین شانس ما داریم، لیکن ما بدبختانه امروز هم باید بار دیگه میگه، امروز هم ما به ائتلاف نیاز داریم، امروز هم ما به وحدت نیاز داریم. هنوز هم ما نتوانستیم که با وجود همین بدبختی ها نتوانستیم که از امبیسی های شخصی خودمون، از امبیسی های حزبی خودمون، از امبیسی های گروهی خودمون بیرون شویم. و چرا در کشور ما، مثلا در یک کشوری که امروز همه کسی نباشد، نیاز دارن به تغییرات، نیاز دارن به دیگرگونی، نیاز دارن به تحولات، مردم ما خاموشند. ما باید مردم را عیبدار نکنیم. این ما هستیم، این ما سیاستمداران هستیم، این ما روشنفکران هستیم، این ما من نمیدونم الیت، یعنی الیت این ملت هستیم که کم عمل میکنیم و همیشه شکایت میکنیم. امروز هوا خنک، فردا هوا گرم، پس فردا سرم در میکند، روز دیگر من نمیدونم کیم کدام مسئله دیگر. من همون بیتی همیشه به خاطرم میبینم، یادم رفت مؤلفش. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده مردانه باش. مسئله با کره شمالی بدل شدن تاجیکستان، مسئله یکی از کشورهای خطربار و خطرناک شدن تاجیکستان، مسئله تماما از عقل بیرون شدن رهبری تاجیکستان، مسئله مهاجر شدن مردم تاجیکستان، کم بغل و احتیاجمند شدن مردم تاجیکستان، مسئله زندانیان سیاسی، مسئله بستن حزبها از جمله بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، فشار آوردن بالای مردم، ایجاد ترس و تروریسم دولتی در تاجیکستان قریب در همه محفل ها صدا می دادن و احساس کرده می شد که
سیاستمدارای اروپا هم به این همه بی‌طرف نیستند. واقعا وقتی اونا یا نفری از حیات ما نشان میداد عکس های را که چقدر مردم را زد کوب میکنن، چقدر مردم را اذیت میدن، مردم در تاجیکستان و چی کارهای به حق مردم تاجیکستان امروز روان میبینند. واقعا در چشمان سیاستمداران اروپایی که بسیار چی هستند، پراگماتیک هستند، احساسهای خودشان میتوانند در خودشان کشند، قطره های اشک پیدا میشد و واقعا احساس هم میشد که بله اونا بسیار چیزای خوب میدونن، اما بسیار چیزایی که در تاجیکستان میگذرد نه همه میدونن، نه همه میدانستن و میدونن. و من گمان میکنم که یکی از فایده یعنی منفعت همین دید و وادیدها رسانیدن درد و داغ مردم تاجیکستان به سیاستمداران اروپایی بود. شخصا برای من مهم نیست که سخن از کدام حزب می رود، لیکن من از یک چی خرسندم که نام نهضت، نام مشکلات نهضتی ها باز بار تکرار میکنم در تمام ملاقات ها صدا میداد. و امروز ما دیگر این انجمنی و نهضتی و اسلامی و دموکراتی و فلان نیستیم. امروز ما همه شهروندای تاجیکستان هستیم. امروز ما همه در یک سنگر هستیم. امروز ما همه همان گروه مردم هستیم که زیر فشار و تعقیب و تکرار میکنم ترور سیاسی و پسیکولوژی حکومت تاجیکستان قرار داریم. امروز ما همه در یک کشتی هستیم. برای همین درد یک نفر درد همه ماست. یک پیغام بهترینی که من شنیدم این بود که این تنها آغاز کار است. در آینده چنین نشست‌ها باز بیشتر و بیشتر میشوند و شاید در فرمت یا در شکل باز وسیع‌تر با جلب شخصیت‌های دیگری تاجیکستان و گمان میکنم که این یک در سال نو یک ابتدای کار، یک ابتدای خوب بود. یک واقعا ما اگر میخوایم که به سیاست مشغول باشیم، اگر میخوایم که دنیا ما را شناسد، دنیا ما را داند، ما باید که با یکی از واقعا مرکزهای مهمترین قبول قرارها قسمت دنیا، ما در تصور من قسمت دنیا در همین عصر ما، در زمان ما در بروسل، واشنگتن و در همین کشورها دارد حل می شود و سری ما از آن بلند است که اهداف ما، برنامه های ما، آرزوهای ما با هدف و اهداف و آرزوهای اکثر مردم متمدن دنیا سازگار می آید و آنها در چهره ما همراهان و همیاران و همپیمانهای خود را می بینند. ما باید از این افتخار کنیم. ما نباید میدان خودمان به یک باد آورده هاتیم. ما نباید شعارهای خودمان به دست آنهای دهیم که اصلا مغزشان، عقلشان برای کلمه های چون استقلالیت، چون آزادی، چون ایمان، چون وجدان هیچگاه نرسیده بود و نمیرسد. و امروز حکومت تاجیکستان، من اینو قید کردم، ذکر کردن در یکی از صحبت ها، حکومت تاجیکستان بر ضد مردم خودش جنگ اعلام کرد. یعنی چی؟ حکومت تاجیکستان سر قانون را دیگر کرد. حکومت تاجیکستان با آرزوهای مردم، با تمناهای مردم، با درد و داغهای مردم، ببخشید برای کلمه نه اونقدر خوب، واقعا برای مردم توف کرد. و شما کسی نیستید، ما هستیم صاحب این مملکت، ما هستیم که چرخ این حکومت به جاویدان سورکه کرده ایم. اما باید آنها دانند که همه مردم تاجیک را نکشتند. حالا آنهایی هستند که این چرخهای سورکه کرده شده را با آسانی میشکنند و با آسانی این زولانه های ظلم را هم میشکنند. من به این باور دارم. صحبت هایی که من داشتم، واقعا من یک عادتی دارم که در سیاست من طرفدار اون هستم که مثلا بعضی ها میگن باید که مغمبر بود و مکار بود و این آن، اما فلسفه من چنین است: مکر کار عاجزان است.
اگر آشد حلال باشد میگن در بین مردم بار خود و من آشکارا گپ میزنم و آشکارا من از سازمان امنیت و همکاری اروپا OBSE تنقید کردم که اصلا وجودش احساس نمی شود، مثل یک مسخره برای همین حکومت خودکامه تاجیکستان شده است و انتقاد از آن هم کردم که مردم اروپا انیقتر کنیم سیاست مدارای اروپا نسبت به کشورهای آسیمانه از جمله تاجیکستان خیلی هم مدت بی‌طرفی هم داشتن، مثل اون که ما به شما کار نداریم، شما برای خودتان ما برای خودتان. اما امروز و این هم باعث چی است؟ باعث شادمانی است که اونا هم خطای خودشون رو درک کردن و حتی یکی از سیاستمداران در دالان وقتی که ما بیرون میشدیم و میگفت که ما رو ببخشید که ما از همین فاجعه های کشور شما نه اونقدر آگاه بودیم. ما حریف ما اپننت ما برای و یگان چی بافتن در کار نیست، یگان چی ساختن در کار نیست و تمام زندگیش یک پورتریت سیاه است، پورتریت به خط سیاه است. و ببینید وقتی ما به اونا نقل میکردیم که یکی از نمیدونم گنرالا یا که یکی از کارمندای مهمی وزارت داخلی تاجیکستان حسابات میدهد که 12454 نفر رو برای مثال ریشش رو گرفتیم. این واقعا میشه یک لطیفه است، یک انیکدوت است. یا وقتی که اینا شنیدن که یک انستیتوت نو به نام پیشوای ملت بدل شده است و این پیشوا جاودانی است و این پیشوا کسی ندارد که کسی حق ندارد که نه تنها در زندگیش بلکه بعد مرگش هم بعضی این پیشوا حرف گوید. برای اینا تماما چی بود؟ اینا گمان میکردن که این پیغام ها از کدام دیوانه خانه میرسد. این یک صحیفه نو در سیاست اروپا باز شد و دیگر از ما واسطه است که همین کانتکت ها را، رابطه ها را با سیاستمداران اروپا دوام دهیم و کوشش کنیم که واقعا پای قدم آنهایی که بر ضد آزادی هستند، بر ضد دموکراسی هستند، بر ضد مردم سالاری هستند به این دالان ها افتاد. من با آنها گفتم آنها وطنشان را دوست نمیدارند، آنها در تاجیکستان پول کار میکنند اما دوست میدارند که در آلمان زندگی کنند، در امریکا زندگی کنند، در فرانسه زندگی کنند، فرزندانشون در بهترین دانشکده های این کشورها خوند و حتی اگر سری گربهشون، تاکید میکنم اگر سری گربهشون در کند برای طبابت حتما به اروپا میبرند. و پیشنهاد دیگری من این جاری کردن یعنی سانکسیا بر ضد همون سیاستمداران و همون چینونیک ها یعنی کارمندان اداره های دولتی است که مثلا در زندان ها مردم را اذیت میدهند، اونهایی است که از همه بیش بالای مردم فشار میارند، اونهایی هست که گمان میکنند که دنیا یک دنیای بی صاحب و یک دنیای بی در و دروازه است. آنها هنوزم بدبختانه اکثر کارمندان حکومت تاجیکستان هنوز هم از همون سرای و کاشانه های تنگ و غژد خودشان بیرون نآمدند. شاید در نزدیکترین مدت پارلمان اروپا مناسبتش به حادثه های آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان معین میکند. یک دیگه من باور دارم که این فشار بالای حکومت تاجیکستان از جانب مقامات اروپایی خیلی و خیلی زیاد می شود. و سیوم باید حکومت تاجیکستان خوب داند که نه تنها در بین مردم تاجیکستان بلکه در دنیا هم دیگر این شانسی در حکومت بودن از دست داد. میفهمید؟ این بسیار یک حکومت تاجیکستان نمیفهمد که خودش با دستان خودش، با عمل خودش، با رفتار خودش همان شاخ درخت خشکیده را شکست که در بالای همان شاخ می نشست. مهمترین پیغام هم از بیرون تاجیکستان و هم از داخل تاجیکستان همین است.
همین یک حکمت تاجیک است که بدانا میگه یک اشارت. خودی آن که امروز شخصی بنده من محدین کبیری عبدالملک عبدالله جانوف و نماینده های دیگر حزب و سازمان هایی که تروریستی اعلان شدند در سالن های سیاسی دنیا از جمله امریکا میپذیرند، این بهترین پاسخ به حکومت تاجیکستان است. این یک شپاتی به حکومت تاجیکستان است. می‌بینید شپاتی که شاید اونها تأثیر و صدایش رو خوب درک نمیکنند و نمیشنوند. بهترین چیز همین است. وقتی که ما در تمام دنیا آزاد میگردیم، وقتی که ما مهمان چی میگن مهمان دیر انتظار در سالن های سیاسی دنیا هستیم، این بهترین جواب به آنهایی است که ما را خائن میخوانند، ما را تروریست میخواهند، ما را دشمن خلق و ملت میخواهند. اما آنها باید به هرگاه که این گپ میگویند، این سخن‌ها، این عیبنامه های میگویند، باید به آینه نگاه کنند. وقتی که آنها به آینه نگاه میکنند، در همان آینه چهره تروریست، چهره خائن، چهره وطن فروش، چهره وطن جلاب و زمین جلاب و من نمیدانم چهره واقعا تروریست به معنای تام در همون آینه میبینند. من افتخار میکنم که برای رحمانوف من تروریستم. من اگر وطن را دوست داشتن تروریستی باشد، من تروریستم. اگر بر ضد یک ظالم حقیقت را گفتن تروریسم باشد، من تروریستم. اگر مبارزه برای آزادی مردم، مبارزه برای وطن و ملت خود تروریسم باشد، من تروریست هستم. بگذار آنها اشراف هستند، آنها پیشوا هستند، آنها من نمیدانم پیغمبر آخر زمان هستند، اما تاریخ و زندگی نشان خواهد داد که کی است. هموطنان عزیز، من از همه شما معذرت میخواهم. ما سیاستمداران گناهگار هستیم که شما به چنین روز افتادید. ما گناهگار هستیم که نتوانستیم شما را از زیر ظلم و ستم آزاد کنیم. ما گناهگار هستیم که شما را آسان به زندان ها میکشند. ما گناهگار هستیم که شما را در زندان ها اذیت میدهند. ما گناهگار هستیم که طفلکان شما گشنگی میکشند. اما شما باید دانید که تمام زندگی ما، راه ما، برنامه ما، زیستن ما، بودن یا نابودن ما تنها به خاطر شما است. تنها به خاطر تاجیکستان کوچک و تاجیکستان بزرگ است. تنها به خاطر آن است که در هر یک خاندان تاجیکستان، در هر یک خاندان تاجیک چراغ باشد، روشنی باشد، نان باشد، آبادی باشد و یک زندگی واقعا زندگی خوشبختانه باشد. تلاش ما برای همین است.